رابطه جنسی رابطه عادی و معمول بین زن و مردان هست، اما این قوانین ممکنه در بسیاری از کشورها، شهرها، روستاها و یا قبیله‌های دنیا با هم تفاوت داشته باشند. در دنیا قوانین عجیب و غریبی برای روابط جنسی وجود داره و سخت‌ترین و عجیب‌ترین و شاید جالب‌ترین هاش رو ما گرد هم آوردیم و در این ویدیو از عجایب طور خدمت شما عزیزان ارائه میدیم. بنا به سنتی در تایوان واقع در شرق آسیا، یکی از خویشاوندان یا دوستان داماد باید بکارت عروس رو از بین ببره. بدین ترتیب داماد میتونه از انجام این وظیفه ناراحت کننده و نامطلوب رهایی پیدا کنه. در شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی خانم ها میتونن به ازای هر بار معاشقه از شوهران خودشون پول دریافت بکنن. این رسم عجیب و غریب در بسیاری از خانواده ها حاکم و پابرجاست و همچنان زنان برای هر بار همخوابی با شوهرانشون از اون پول دریافت میکنن. در جزیره تازمانیا واقع در جنوب شرقی استرالیا و همچنین در منطقه گیپسلند این کشور، عروس و داماد حین جشن عروسی روی حصیری که در میانه مجلس پهن شده در برابر میهمانان نخستین رابطه جنسیشون رو برقرار میکنن. این رسم شاید در سراسر دنیا بسیار رسم وحشتناکی باشه، اما عروس و داماد واقع در این مناطق از استرالیا به راحتی و بر اساس رسومی که از اجدادشون تا به الان بهشون رسیده با خیالی راحت جلوی تمامی میهمانان به برقراری اولین رابطه جنسیشون میپردازن. در کشور اندونزی واقع در جنوب شرق آسیا اگر ثابت بشه که فردی عمل خود ارضایی انجام داده، سر اون فرد رو به عنوان مجازات میتونن از تنش جدا بکنند. این رسم بسیار وحشتناک و رعب‌آوره و کافیه فقط یک نفر اثبات بکنه که شخص مقابلش به این عمل پرداخته. اون وقته که قانون میتونه این حکم ترسناک رو اجرا بکنه. بر اساس سنتی در هندوستان، زنانی که برای انجام نظافت به خانه‌های دیگران می‌روند، می‌توانند وظیفه پاسخ دادن به نیازهای جنسی نوجوانان مجرد ساکن خانه را بر عهده بگیرند. در جزیره‌ای به اسم گوام واقع در اقیانوس کبیر، مردها میتونن شغلی متفاوت و بی‌نظیر در سراسر جهان داشته باشند. مردانی که این شغل را انتخاب میکنند شهر به شهر میگردند و در ازای دریافت پول از دختران باکره اقدام به برقراری رابطه جنسی با اونها میکنند. بر اساس سنتی در جزیره گوام، ازدواج دختران باکره به هیچ عنوان مجاز شمرده نمیشه. کالی شهری در کشور کلمبیا در آمریکای جنوبیه. این کشور دارای آداب و رسوم جنسی متفاوتیه. حتی گفته میشه و شنیده ها حاکی از آنه که این کشور به صورت قانونی روسپیگری و تنفروشی رو در درون خودش داره و سالانه گردشگران بسیاری رو به خودش دعوت میکنه. اما رسمی که این وسط خیلی متعجب کننده است اینه که نخستین رابطه جنسی عروس و داماد جوان توسط مادر عروس باید به طور کامل زیر نظر گرفته بشه، آن هم در شهر کالی. بنا به قانونی موسوم به کاتنوود که در ایالت آریزونای آمریکا جاریه، زوجها نمیتونن در اتومبیلی که لاستیک اون پنچر شده به معاشقه بپردازند. ماداگاسکار که در شرق آفریقا تمام چیزهایش منحصر به فرده و در جاهای دیگه وجود نداره، مثل حیوانات، گیاهان، تاریخ زمین شناسی و امثال اونها. اما عجیب ترین مطلب در بین مواردی که در ماداگاسکار وجود داره تسلیت گفتن بومیان این منطقه است. حتی شاید در این منطقه رسم بوده و البته شاید الان هم رسم باشه که بعد از دفن فردی که از دنیا رفته، همسرش در آستانه کلبه خودش عریان مادرزاد میخوابه و مردان قبیله‌ای که میخوان بهش تسلیت بگن اونو در آغوش گرفته و معاشقه کامل انجام میدن تا انزال صورت بگیره. تا زمانی که زن بیوه اجازه نده، عشق بازی باید کامل ادامه داشته باشه.
طبق نظر و درخواست بیوه برای شادی روح شوهرش این مراسم بین 3 تا 40 روز طول میکشه و اگر زن باردار شد پدر بچه همون شوهر فوت شده تلقی میشه و قبیله به وی احترام زیادی میذاره. اگه مردی از این کار خودداری کنه توهین به فرد از دنیا رفته تلقی میشه. در این 40 روز زن کار نمیکنه و دیگران براش غذا میارن و یا بچه هاش رو نگه میدارن. رابطه جنسی در هند چطوریه؟ هر سال قبیله موریا در هند مراسم گوتول رو جشن میگیرن، جشنواره‌ای که در اون نوجوانان محلی همه چیز رو در مورد موزیک ها، رقص ها، فولکلور و رابطه جنسی یاد میگیرن. به محض فرارسیدن شب دختران مشروب می نوشن که به اعتقاد اونها به جلوگیری از بارداری کمک میکنه. سپس به خوابگاه‌های مختلف میرن که در اونجا رابطه جنسی قبل ازدواج انجام بدن. گاهی اوقات با یک شریک مجرد و گاهی اوقات با چند نفر. در این منطقه نوجوانان در روابط تک همسری جفت میشن. در برخی دیگه اونها از وابستگی عاطفی به شریک زندگیشون دلسرد میشن و کسانی که بیش از 3 شب با هم بخوابند مجازات میشن. این قبیله از نظر اقتصادی همگنه و به صورت جمعی کار میکنن. پس اگر دختری تصادفی باردار شد نوزادش توسط کل روستا به فرزندی پذیرفته میشه. روابط عاشقانه در کامبوج. دختران نوجوان میتونن در این منطقه با مردان مختلف بخوابند تا اینکه یکی از اونها رو انتخاب کنند. در کامبوج قبیله‌ای وجود داره که در سراسر کره زمین به داشتن کلبه‌های عشقی مشهوره. این کلبه‌ها رو خانواده دختر میسازن. چند مرد انتخاب میکنن تا با دخترشون رابطه جنسی برقرار کنن. دختر جوان بعد از برقراری این رابطه تصمیم میگیره که با کدام یک از اونها ازدواج کنه. به طور سنتی مرد روی پله‌های کلبه مینشست و شریک احتمالیش رو با موسیقی جلب میکرد. اگر از او خوشش می آمد، گاهی برای چند شب، ماه و حتی چند سال وی را به خانه دعوت می کرد. سپس بدون قضاوت با هم ازدواج می کردند یا حتی از هم جدا می شدند. با وجود ماهیت مترقی و لیبرال این عمل، سوء تفاهم به رفتارهای جنسی پرخاشگرانه در میان افراد خارجی دامن زد و بعد از حمله یک تاجر به یک دختر جوان در سال 2003 قبایل ساختن کلبه رو متوقف کردند. اکنون کلبه‌های عشق باقی مانده این کشور رو فقط در روستاهای دورافتاده شمال شرقی میتوان یافت. در مناطق روستایی اتریش سنتی وجود داره که زنان با گذاشتن برش‌های سیب زیر بغلشون در مراسم رقص شرکت می‌کردند. زنها بعد از کشاندن مردها به یک اتاق برشی از سیب رو که به عرق زیر بغلشون آغشته بوده به مرد مورد نظر تعارف می‌کنند. اگر علاقه دو طرفه بوده و مرد مورد نظر هم اون زن رو دوست داشته، یک برش از سیب رو میگرفته. این نشون میداده که مرد همیشه دوست داره لذت جنسی رو تجربه بکنه. نیجریه و روابط عجیب جنسی. هر سال در پایان فصل بارانی قبیله‌ای در نیجریه وجود داره که گرد هم میان تا مراسمی رو جشن بگیرن. جشنواره‌ای که طی آن مردان لباسهای مفصل پوشیده و به نوعی رقص با پا میپردازند. نمایش زیبایی، هدف تحت تأثیر قرار دادن یا دزدیدن همسران مردان دیگر است که همسران مورد علاقه خود را برای خواب انتخاب کنند. دندانهای سفید، بینی صاف از ویژگی‌های بسیار ارزشمند است. بنابراین مردان از رژ لب استفاده کرده تا دندانهاشون رو درخشان نشون بدن و نوار سفیدی رو در مرکز بینیشون رنگ می‌کنند تا واضح‌تر به نظر برسه. زنان صبر می‌کنند تا مرد مورد نظر عبور کند. سپس روی شانه‌اش ضربه زده در غروب آفتاب این زوج در زیر درختان ناپدید شده، جایی که شب را با هم می‌گذرانند. یونانیان، زنان قبیله موسو ازدواج نمی‌کنند و هر چقدر که می‌خواهند معشوق می‌گیرند. هیچ کلمه‌ای برای پدر یا شوهر در این قبیله وجود نداره و عاشقان با هم زندگی نمی‌کنند. در عوض وقتی یک زن به سن مورد نیاز رسید، مادرش کلید خوابگاه خود را به او می‌دهد. از آن زمان به بعد او می‌تواند شروع به دعوت عاشقان به اتاق خواب خود کند.
ممنون دوستان عزیز که همراه ما بودید. برای دیدن ویدیوهای بعدی کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک بکنید. خدا نگهدار.